اختیارات جدید محتسبین گروه طالبان. هبت الله آخوندزاده رهبر گروه طالبان قانون امر به معروف و نهی از منکر این گروه را در یک مقدمه 4 فصل و 35 ماده توشیح کرد. اهداف عمومی آن در 2 بخش بیان شده است: تنظیم امور مربوط به امر بالمعروف و نهی از منکر و تنظیم امور مربوط به وظایف و صلاحیت‌های محتسبین. در این قانون نیز شخصی برای محتسب تعریف شده است. شخصی است که از طرف هبت الله تعیین شده و صلاحیت داده شده و به اجرای احتساب گماشته شده باشد. بخش عمده و اصلی این قانون مربوط به زنان افغانستان است. در این قانون ذکر شده است که ستر تمام بدن زن لازمی است. پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه ضروری است. صدای زنان، بلند خواندن آهنگ، نعتها و قرائت در جمع عورت است. لباس زنان نازک، کوتاه و چسب نباشد. زنان مکلفند که بدن و روی خویش را از مردان نامحرم پنهان کنند. ستر زنان از زنان کافر و فاسق هر ترس فتنه واجب است. نظر کردن مردان بالغ بیگانه به بدن و روی زنان و نظر کردن زنان بالغ به مردان بیگانه حرام است. هرگاه زن بالغ برای حاجت ضروری از خانه خویش بیرون شود، مکلف است صدا، روی و بدن خود را ستر کند. طالبان پس از به قدرت رسیدن افغانستان احکام سختگیرانه ای را بر زنان اعمال کردند که شامل محدودیت‌های جدی در زمینه‌های اجتماعی، آموزشی، کاری و عمومی است. این محدودیت‌ها بخشی از تفسیر طالبان از شریعت است که آنها به عنوان اصول اصلی حاکمیت خود اجرا می‌کنند. هدف طالبان از این قوانین ایجاد ترس و هم در میان مردم است، نه اسلام. در حالی که شریعت مجموعی از قوانین اسلامی است که زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان را بر اساس دستورات قرآن، سنت پیامبر اسلام و اجماع فقها تنظیم می کند. طالبان تفسیر خاصی از شریعت را دنبال می کند که بر اصول محافظه‌کارانه و سنت گروهی خود تاکید دارند. شریعت در مذاهب مختلف اسلامی تفسیرهای متفاوتی دارد، اما طالبان یک تفسیر سختگیرانه و محدود کننده از آن ایجاد کرده اند. آنها بر این باورند که با اعمال این قوانین می توانند جامعه را بر اساس اصول خالص اسلامی ایجاد کنند. با این حال این تفسیرها در تضاد با دیدگاه‌های متعدد در جهان اسلام و جوامع بین المللی است که بر حقوق بشر به ویژه حقوق زنان تاکید دارند. اهداف گروه طالبان از قوانین سختگیرانه علیه زنان. طالبان در افغانستان سیاست‌ها و محدودیت‌های سختگیرانه ای را علیه زنان اعمال کرده اند. این سیاست‌ها عمدتاً به دلایل ایدئولوژیک با توجیه به مدارس دینی پاکستان معرفی شده است. کنترل اجتماعی و تثبیت قدرت. یکی از اهداف اصلی طالبان از اعمال قوانین سختگیرانه علیه زنان می‌تواند ایجاد کنترل اجتماعی و تثبیت قدرت در جامعه باشد. طالبان از طریق محدود کردن آزادی‌های زنان و مهار نقش آنها در زندگی عمومی سعی دارند جامعه‌ای را که کاملا تحت کنترل ایدئولوژی آنها است ایجاد کنند. محدود کردن زنان به خانه و حذف آنها از فضاهای عمومی به طالبان اجازه می‌دهد تا بهتر بتوانند تفکرات سنتی و محافظه‌کارانه خود را در جامعه نهادینه کنند. دوم، سرکوب آزادی‌های فردی و جلوگیری از تغییرات اجتماعی. طالبان به شدت مخالف تغییرات اجتماعی و فرهنگی هستند که از نظر آنها می‌تواند باعث کاهش تسلط آنها بر جامعه شود. زنان به عنوان نیروهای پیشبرنده تغییرات اجتماعی با نمادی از آزادی‌های فردی شناخته می‌شوند. بنابراین محدود کردن حقوق و آزادی‌های زنان می‌تواند راهی برای جلوگیری از اصلاحات و مدرنیزاسیون در جامعه باشد. این اقدام نوعی مقاومت در برابر دموکراسی و ارزش‌های مدرن حساب می‌شود. طالبان
معتقد به تفسیر سختگیرانه هستند که نقش‌های جنسیتی را به طور سنتی تعریف می کند. زنان در این چارچوب باید عمدتاً در خانه و به عنوان همسر و مادر عمل کنند و مردان به عنوان سرپرست و نان آور خانواده تلقی می شوند. هدف طالبان از محدود کردن دسترسی زنان به آموزش، کار و مشارکت اجتماعی، تثبیت این نقش‌های جنسیتی سنتی و جلوگیری از تغییرات در ساختار خانواده و جامعه است. چهارم، ایجاد ترس و فشار بر جامعه. قوانین سختگیرانه علیه زنان به عنوان ابزاری برای ایجاد فضای ترس و تسلط بر جامعه نیز میتواند مطرح شود. سرکوب زنان میتواند به عنوان پیامی به کل جامعه باشد که هر گونه نافرمانی از دستورات طالبان و تلاش برای تغییری با سرکوب شدید مواجه خواهد شد. این تاکتیک میتواند به طالبان کمک کند تا بر راحتی دیگر بخش‌های جامعه را نیز تحت کنترل خود قرار دهد. 5. کنترل اجتماعی از طریق سرکوب حقوق زنان. کنترل اجتماعی به معنای استفاده از قوانین و محدودیت‌ها برای تسلط بر رفتارها و تفکرات یک جامعه است. طالبان به عنوان محدودیت‌های شدید بر زنان سعی دارند جامعه‌ای بسازند که تحت کنترل کامل ایدئولوژی آنها قرار گیرد. حقوق و شرایط زنان در کشورهای پیشرفته اسلامی. در کشورهای پیشرفته اسلامی حقوق و شرایط زنان بسته به تفسیر قوانین اسلامی و تطابق آن با قوانین مدنی و حقوق بشر متفاوت است. بسیاری از این کشورها با ایجاد توازن میان اصول اسلامی و مدرن توانسته‌اند حقوق بیشتری به زنان اعطا کنند. این کشورها اغلب تلاش می‌کنند تا نقش زنان در جامعه را با حفظ اصول دینی با ویژه شریعت اسلامی توسعه دهند. کشورهای پیشرفته اسلامی مانند مالزی، ترکیه، اندونزی و امارات متحده عربی در این زمینه نمونه هایی هستند که برخی از آنها از ترکیب اسلام و حقوق مدنی بهره میبرند. آموزش و تحصیلات. بسیاری از کشورهای پیشرفته اسلامی دسترسی به آموزش را برای زنان تضمین کرده اند. در کشورهای مانند مالزی، ترکیه و امارات متحده عربی دختران و پسران به طور برابر به مدارس و دانشگاه ها دسترسی دارند. حتی در برخی از این کشورها میزان حضور زنان در دانشگاه ها بیشتر از مردان است. حق کار و مشارکت اقتصادی. در کشورهای پیشرفته اسلامی زنان به صورت گسترده در نیروی کار شرکت می کنند. در بسیاری از بخش‌ها مانند فناوری، پزشکی، آموزشی و حتی سیاست فعالیت دارند. در مالزی و امارات متحده عربی زنان نه تنها در مشاغل عمومی حضور دارند بلکه در بسیاری از سطوح مدیریتی و رهبری نیز شرکت می کنند. در این کشورها قوانین حمایت از کار زنان و تساوی حقوق به کار گرفته شده است. 3. حقوق سیاسی. در بسیاری از کشورهای اسلامی پیشرفته زنان حق رأی و شرکت در انتخابات را دارند. همچنین برخی از این کشورها مانند ترکیه و امارات متحده عربی به زنان اجازه داده اند که در مجلس مناسب دولتی فعالیت کنند. در امارات متحده عربی حتی زنان در بخش‌های دیپلماتیک و وزارتخانه ها حضور فعال دارند. 4. قوانین خانواده و ازدواج. قانون خانواده در کشورهای اسلامی پیشرفته اغلب تحت تاثیر شریعت اسلامی است، اما تغییرات و اصلاحاتی در راستای حقوق برابر اعمال شده است. در بسیاری از این کشورها قوانین ازدواج و طلاق به گونه‌ای اصلاح شده اند که به زنان حقوق بیشتری اعطا شود. به عنوان مثال در تونس و مراکش قوانین خانواده بازبینی شده و حقوق زنان در زمینه طلاق، حضانت فرزند و مهریه تقویت شده است. 5. مشارکت اجتماعی و فرهنگی. زنان در کشورهای پیشرفته اسلامی فرصتی بیشتری برای مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی دارند.
در کشورهای مانند مالزی و اندونزی زنان به صورت گسترده در فعالیت‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی شرکت دارند و حتی در زمینه‌های ورزشی و موفقیت‌های بزرگی دست یافته‌اند.